امروز مثلا دلار چرا چیز شده؟ بلند است. و چرا مسلمان ها اقتصادشان ضعیف است؟ چرا پیسه مسلمان ها، اگر شما فکر کنید دینار مسلمان ها از طلا و نقره هست، اگر مسلمان ها پیسه دینار می داشتن، اگر حکام که حالا فعلا در اون منطقه هستن اینا مسلمان های حقیقی می بدن، امی نفت و تیل خدا میگفت که ما صاحب ایره به دینار می فروشیم. مجبور بود که امریکا و اروپا طلاهای خدا چی میکردن؟ می آوردن و با مسلمان ها می دادن و در مقابلش تیل می گرفتن. آلی چی میکنه؟ آل یک چیز جور کردن به نام پترودلار. شما یک چیز بخواین پترودلار، اما قرارداد پترودلار قرارداد کردن و گفتن که باید تیل مسلمان ها با چی فروخته شود؟ با دلار فروخته شود. دلار چی است؟ دلار یک کاغذ خالی است. کسایی که دلار را چاپ میکنن کی هست؟ یک شرکت است که 2 نفر یهودی در رأس از او هست. اینالو میتونه شبانه 10,000 کانتینر چی چاپ کنه؟ کاغذ چاپ کنه. کاغذ از او هست می کل سرمایه تا میخره. و اگر اوت پلان هم دارن که یک ماه میکنیم که خوب دلار در دنیا نشر میکنیم، روان میکنیم، قیمتشان بالا میبریم، کل طلا و نفت و اقتصاد کلش به دلار میریم، یک دفعه یک شب اعلان میکنیم که کل دلار ما چی شد؟ ناچل شد. حالا کسایی که در خانه خود پیسه جمع کرده دلار داره، با صبحش سعی کنید که دلار را پف پناه کلش گدایگر میشه. از ما کسی از دوستای ما بوده این بیچاره در وقت روسا چیز جمع کرده بوده، می پیسه روسی را روبل، این 3-4-5 لک دیگه روبل داشته کردم، بکس خود مانده بود روبل است. ماشاءالله. خب چی شد گفت؟ دیگر روز بیام جدا، دیگر روز می کلک کلی خدا چی گفت؟ از گفت روسا اعلان کردن که تا 3 روز روبل تبدیل کردن، تبدیل شد پیسه است. تا 3 روز که از در بانک آورد میرن میگیرد، 3 روز بعد این بیچاره تا که تکت گرفت تا که بره اونجا 3 روزش پوره شد، 5 لک روبل از چی شد؟ در کلک کلی خود میزد که تباه شدم. و دلار هم اینه یک وقت شما این برنامه یهود است. ما که میگیم مثلا وقتی که جنگ فکری را میخوانی، مسلمان باید هم از قرآن و سنت با خبر باشه و هم فقه الواقعی داشته باشه. جنگ فکری که از طرح از واقعیت جهان با خبر نیست. از برنامه های یهود و نصارا تو با خبر میشی که چی برنامه داره. این یک روز امی کارا میکنه. یک روز وقتی که خوب کل سرمایه دارا سرمایهشان چی است؟ دلار است. اعلان میکنه که 2 روز بعد دلار ما ناچل است. ما دلار نو کشیدیم، دلارای تا نبیاریم در بانک. در بانک هم که بیری بیرو بارک است، کس پیسیش نمیگیره. اینترنت از کلشه بر 3 روز قطع میکنه. برادر میگه ما اعلان برتان کردیم، شما خودتان آوردین، دلارا ناچل شد، در هر خانه بریشید. از این خاطر حتی ما وقتی که متخصصین اقتصاد مسلکی مسلمان ها یک بار شاید در تلویزیون الجزیره اینا رو شانده بود، گفت که تجار چی کنه؟ گفت اگر شما هوشیار هستین وا میگه ما دلار و کلدار و افغانی و کاغذ جمع نمیکنیم. تجارای خوب هوشیار که است خشت طلا پیش خود نگاه میکنه، خشت طلا نگاه میکنه. سرمایه‌ای که ذخیره میکنه چی ذخیره میکنه؟ طلا. چرا طلا هیچ وقت خود از دست نمیده؟ شاید یک 50 روپیه، 30 روپیه، 40 روپیه، 2800 است گرامش، شاید 2700 شود، 2500 شود یا بالا بره 3000 شود، اما از دست نمیده. از این خاطر کلان تجارای قوی که هوشیار از فهمیده هست میگه ما دلار نگاه نمیکنیم. چی نگاه میکنیم؟ میگه ما طلا نگاه میکنیم. چرا طلا هیچ وقت بر خدا چی نمیده؟ اما دلار کسی به دست کی از 2 تا یهودی است، یک دفعه کل صفر میسازش.